میتونست کارساز باشه. دوباره خود رضایی، ضربه او که لکون رو به کورنر میفرسته. موقعیت برای ویریکام، سانتر روی دروازه، فرصت برای تماس بی نیست. سانتر روی دروازه و توپی که خطرناک از کنار دروازه تیم پرسپولیس به بیرون میره. مهدوی کیا موقعیت سانتر بلند روی دروازه، فرصت و توپی که به بیرون میره. یه پاس در عمق خوب، فرصت برای تماسبی، تک به تک تماسبی و توپی که در اختیار نیلسون قرار میگیره. کریمی هم اونجاست. مهدوی کیا و توپی که بیرون میره. یه بار دیگه ارسال توپ روی دروازه، این ضربه سر اضافه میشه. اگر به توپ برسه حالا میفرسته روی دروازه، فرصت برای انصاری فر. یه فرار، فرصت برای بازیکن سبا. ببین توپ به کجا میرسه. سلیمان فلا و توی دروازه. گل برای تیم سبای قم. سبای قم 1-0 در ورزشگاه آزادی از پرسپولیس جلو میفته. در واقع رنگ‌های اصلی سبا آبی رنگ هست. این هم توپی که زمینی و قشنگ سلیمان فلاح توپ در درون دروازه قرار داد. فرصت برای انصاری فر و توپی که بیرون میره. ضربه کورنر زده میشه. بازم فرصت در دهانه دروازه برای سلیمان فلاح ضربه رو میزنه. نیلسون توپ رو دور میکنه. آیا به گل تبدیل میکنه یا نه؟ نیلسون در مقابل او هست. صادقی توی دروازه. اکبر صادقی حساب کار رو 2-0 میکنه و دیگه نتیجه بازی هم مشخص میشه. اکثر تماشاگران هم دیگه رفته از ورزشگاه ترک میکنن. قرار میده